پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید. با نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزه من چنین است: The goal is not to be perfect, but to get a little bit better each day by James Clear from Atomic Habits. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: مقصد مکمل شدن نیست، مقصد هر روز کمی بهتر شدن است. نوشته جیمز کلیر از کتاب عادتهای اتمی. New words کلمه های نو. Verb فعل non-action verb فعل های غیر عملی. Dislike نپسندیدن. Hate بد دیدن. Want خواستن. Think فکر کردن. Believe باور کردن. Love دوست داشتن. Like پسند کردن. Need احتیاج داشتن. Hear شنیدن. See دیدن. Smell بوییدن. Taste چشیدن. Know دانستن. Understand فهمیدن. Emotion حس. Baby نوزاد. Child کودک. Teenager نوجوان. People مردم. اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشد لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید. با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.